راز فروش محصولات لاکچری. برندهایی مثل رولکس، هرمس، رولز چطور محصولاتشون رو به ثروتمندترین افراد سراسر جهان میفروشن و چطور شما میتونید ازشون یاد بگیرید. بیایید داستان رو از دبی شروع کنیم. فرض کنید که یک موفقیت مالی بزرگ داشتید و دوست دارید که جشن بگیرید و به خودتون یک ساعت رولکس هدیه بدید. $12,000 پول نقد دارید، میرید سایت رسمی رولکس که ساعت بخرید و میبینید که فروش آنلاین ندارن و میگن که به یکی از شعبات رسمی ما مراجعه کنید. به یک دیلرشیپ رسمی مراجعه میکنید و باز موجودی ندارن و بهتون میگن که اگر میخواید بخرید اسمتون رو در لیست انتظار باید بنویسید و حداقل 1 تا 2 سال باید صبر کنید تا شاید شانس بیارید و یکی از پایه‌ترین و ساده‌ترین ساعت‌های رولکس رو بتونید بخرید. کلافه میشید. دنبال راه سریع‌ترید. دیلرشیپ یک راه دیگه جلوی شما میذاره. میگه اگر میخواید سریعتر و به مدل‌های بالاتر رولکس دسترسی داشته باشید باید $15,000 پول بدید و این مدل ساعت‌های ارزان‌تر رو بخرید. و این شما رو در اولویت بالاتری برای شرکت قرار میده. حالا ساعت‌ها چی ان؟ یه سری برندهای ناشناس و ارزون قیمت $200-300 که در اصل زیر مجموعه خود شرکت رولکس ان، اما اسمهای دیگه‌ای دارن و سود اصلی شرکت رولکس هم از فروش همین ساعت هست. پس این سیستم فروش رولکس در دسترس نیست، کمیابه و حتی در بهترین حالت 2-3 ماه طول میکشه که شما بتونید پایه‌ترین مدل رولکس رو بخرید و اگر با سریعتر می‌خواید داشته باشید مجبورید با 3 تا 5 برابر نرخ رسمی شرکت برید از بازار سیاه بخرید. سیستم ارمس هم همینه. معروف ترین کالاش بگ ارمسه که همینجوری به شما نمیفروشن. ساعت‌ها باید در صف منتظر بمونید، باید هزاران دلار از کالاهای دیگه مثل شال و اکسسوری و اینها بخرید و تازه این قابلیت باز میشه که بتونید بگ ارمس بخرید. اون هم نه هر رنگی که بخواید، بلکه هر رنگی که به شما بدن. باز خیلی جالبه. فروشگاه‌های لاکچری از قصد فروشنده‌هاشون هم جوری تربیت میکنن که برخورد تند و تیزی داشته باشن و فروش اصلا براشون اهمیتی نداشته باشه، نگران پریدن مشتری نباشن. و این خیلی عجیبه و ظاهرا منطقی نیست. مشتری که میاد و این همه پول و ثروت داره و تمام جامعه دارن بهش احترام خاص و ویژه‌ای میذارن و میتونه هزاران دلار به این برندها سود برسونه، چرا باید باش برخورد تند و تیزی داشته باشن؟ چرا نباید اون احترام لازم رو بذارن؟ و اصلا سعی کنن بهش نفروشن. دلیلش خیلی واضحه. ذات بوقلمونی و رقابتی ثروتمندان. یکی از رازهای ثروتمندان اینه که از ریجکت شدن و رها شدگی متنفرن. یعنی اگه شما بهشون بگید که نمیتونی این محصول یا خدمات رو داشته باشی به هر دلیلی، یه راهی پیدا میکنن که بالاخره به زور هم شده اون محصول رو از شما بخرن. البته راز موفقیتشون در زندگی هم همینه. ثروتمندان این تصویر درونی رو از خودشون دارن که ما به هر آنچه که در زندگی بخوایم میرسیم و نمیتونن اجازه بدن که این ذهنیت خراب بشه.